اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با کربلا و امام حسین بحث‌های مختلفی مطرح شده. بحث این جلسه من راجع به زیباشناسی در قصه کربلاست که خیلی کم بهش پرداخته میشه. اون جمله بلند حضرت زینب سلام الله علیها که ما رأیت الا جمیلا، این زیبایی در کربلا و در واقع زینتی که جمالی که در کربلا است چه قسمت هایی است، کجا باید اینها رو جستجو کرد. کلمه زیبایی تو عربی زینت میگن، یا کلمه دیگری که به کار میبرن جمال و جمیل هست، یا واژه دیگری که در واقع برای زیبایی به کار میره حسن هست. سه تا کلمه غالباً به معنای نیکویی و زیبایی است: جمال، زینت، حسن. آیات قرآن هم حالا اشاره خواهم کرد. آقایان میگویند زیبایی یدرک ولا یوصفه، درک میشه اما قابل توصیف نیست. میشه او رو احساس کرد اما نمیشه او رو بیان کرد، مثل فصاحت و بلاغت. مثلا یا مثل لذت یک غذا، شما از یک غذایی خیلی لذت میبری، هرگز نمیتونی اون لذتش خودت رو توصیف کنی. لذا تعبیر بعضی از بزرگان اینه، میگن زیبایی یدرک، درک میشه اما ولا یوصف، قابل توصیف نیست، نمیتونی شما. چون افرادم با هم متفاوتن ها. مثلا یه تابلوی زیبا رو همه کس ممکنه متوجه نشه، یه منظره زیبا رو ممکنه همه کس اهل شناخت ابعاد زیباییش نباشه. به همین جهت گفتن قابل توصیف نیست. ما دو جور زیبایی داریم، زیبایی حسی و زیبایی معنوی. من این دو رو در کربلا تو این جلسه میخوام برای شما پیاده کنم. قبل از آنی که این دو زیبایی رو توضیح بدم، عرض کنم کلمه جمال توی قرآن یک بار، یعنی در یک آیه آمده و تنها یک بار آمده. البته کلمه جمیل 7 بار تو قرآن آمده. حالا جالبه بدانید اونجایی که کلمه جمال تو قرآن آمده کجاست؟ میدونید این روستاها وقتی چوپان این گوسفندان رو صبح از آغلهاشون بیرون میاره، همه با هم توی یه مسیر تحت فرماندهی یک چوپان میان به صحرا. خب متفرق میشن، میچرن، اما همچین که عصر میشه باز همه دنبال این چوپان بر میگردن به آغلهاشون. جالبه که حالا من خودم توی روستاها دیدم این رو. گاهی این چوپان مثلا برای فرض کنید 10 خانه، 20 خانه، 40 خانه گوسفنداشون رو میبره صحرا. 50 تا مال این خانه است، 40 تا مال اون خانه است. اول روستا که میرسه این گوسفندان رو رها میکنه، هر کدوم تو آغل خودشون میرن، اشتباه نمیرن، مسیر رو صحیح میرن. قرآن کریم در سوره مبارکه نحل میفرماید این خروج و این بازگشت زیباست. ببینید چطور این گوسفندان دنبال یک چوپان میرن، متفرق نمیشن، همه با هم بر میگردن. این مثالشون برای افرادی که دامدار بودند و اینها، جامعه اون روز، یه مثال ملموسی بوده، روشنی بوده، همه متوجه میشدن. قرآن هم به زبان عموم صحبت میکنه. من آیهشو بخونم: و لکم فیها جمال، در این 4 پایان و انعام برای شما زیبایی است. چه زیبایی؟ هین تریحون، وقتی که این حیوانات بر میگردن به آغلهاشون. و هین تسرحون، وقتی که صبح خارج میشن از آغلها و
در واقع محل زندگیشون. کلمه جمال یک بار در قرآن به کار رفته، اونم تو همین آیه است راجع به عرض کردم 4 پایان. اما ما 2 جور زیبایی داریم، زیبایی حسی و زیبایی معنوی. من این 2 زیبایی رو برای شما توضیح میدم. حالا این مثالی که الان از قرآن زدیم زیبایی حسی بود، یعنی انسان میبینه چه زیبا این گله میره و چه زیبا بر میگرد. زیبایی معنوی هم داریم. مثلا حضرت یعقوب وقتی یوسفش به تعبیر بچه ها از بین رفت و اما خودش میگفت گم شده پیدا میشه، میگفت فصبر جمیل، من صبر زیبا میکنم. خب زیبایی صبر رو نمیشه دید، این زیبایی معنوی است. زیبایی حسی قابل دیدنه، زیبایی معنوی قابل دیدن نیست. مثلا شما فرض کنید که یک کسی جوانمرده، این زیبایی است. یک کسی اهل ایثاره، این زیبایی است، نمیشه دید. ما زیبایی های باطنی داریم، زیبایی های ظاهری داریم. در کربلا هر 2 زیبایی وجود داره. اول میریم سراغ زیبایی های حسی کربلا، یعنی اونی که میشه دید. برادران عزیز، خواهران گرامی، عنایت بفرمایید ببینید من 4 زیبایی حسی رو تو کربلا برای شما عرض میکنم. 1 خطبه ها، 2 رجزها، 3 دعاها، 4 گفتگوها. اگر یک کسی همین 4 محوری که من عرض کردم و بیاد تحلیل کنه روز عاشورا، ببینید چقدر زیباست. نخست خطبه ها، مخصوصا خطبه هایی که امام حسین علیه السلام خوانده. شما ملاحظه کنید شب عاشورا اون خطبه‌ای که خواند، خدایا تو رو شکر میکنم بر 3 نعمت، اول نبوت، دوم و سوم فهم دین، اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا بالدین یا فی الدین. شما نگاه کنید یه کسی داره این حرفو میزنه که تو خیمه هاش یه قطره آب نیست. خطبه امام حسین رو در ظهر عاشورا، در عصر عاشورا چندین خطبه ایشون خوانده. یکی از زیبایی های کربلا همین خطبه هاست که اگر اینها تحلیل بشه، باز بشه، چه عناصری تو این خطبه ها به کار رفته. کلام زیبا خیلی مهمه، کلام زیبا، سخن زیبا. دومین زیبایی حسی تو کربلا تو رجز هاست که حالا ما یه چیزی هم نوشتیم راجع به رجزهای عاشورا، چاپ شده و بحث کردیم اینو. شما نگاه کنید یه نوجوان 11 ساله رجزش رو چقدر زیباست. امیری حسینون و نعم الامیر. ما متاسفانه گاهی توی شعارهامون یا بعضی از دوستان حالا ناآگاهانه کلماتی استفاده میکنن که با شأن امام حسین جور در نمیاد، با مقام ابا عبدالله. امیری حسینون، آقا امام حسین امیر منه و نعم الامیر، خوب امیریه. سرور و فؤاد البشیر النذیر، افتخار سرور دلهاست. علی و فاطمه والدا، بهترین پدر و مادر دنیا رو داره. و هل تعلمون له من نذیر، شما نذیری سراغ دارید برای این پدر امام حسین و برای این شخصیت؟ ببینید این یه رجز نوجوان، رجز خود حضرت ابوالفضل. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. ببینید شما این زیبا نیست؟ این رجزها، رجز خود امام حسین. انا حسین ابن علی آلیت ان لا انثنی احمی ایالات ابی
امضی علی دین النبی. شما کلمات تو یه رجز میبینی همه چیز جمعه. من از دین حمایت میکنم، من مواظب خانواده‌ام، غیرت دارم، من دست بیعت و ظلم و دست در واقع دوستی به دشمن نمیدم. حالا ما نمیخوایم همه اینا رو مرور کنیم، فقط یه اشاره‌ای میکنیم. رجز حبیب ابن مظاهر رو نگاه کنیم، میاد به میدان چجور زیبا رو میکند به دشمن. شما از ما بیشترید، اما ما از شما وفادارترین، صبورترین. اون غلام سیاه چهره وقتی میاد به میدان، کیف تر الکفار ضرب الاسودی بالسیف ضربا عن بنی محمدی. میخواد بدونید اسم من چیه. من یه اسودم، یه رنگین پوستم، اما با این شمشیرم از آل پیامبر دارم دفاع میکنم. اینا زیبایی های حسی کربلاست، رجزها. این دوتا. پس 4 محور توی زیبایی های حسی کربلا. یکی خطبه هاست، دوم رجزها، سوم در دعاها. بنده یه وقتی یک دهه محرم رو دعاهای عاشورا کار کردم، صحبت کردم. خیلی مهمه. دعایی که امام حسین صبح عاشورا خونده، دعایی که عصر عاشورا خونده، دعایی که کنار بدن شهدا خوانده. مثلا نوع دعا رو ببینید شما. اون کسی که داره مثل ابو شعثا تیراندازی میکنه، آقا میگه اللهم سدد رمیته، خدایا به تیرش توان بده، قدرت بده، دشمن رو نابود کن. بالا سر این غلام رنگین پوست میاد، اللهم بیض وجهه طیب ریحه واحشره مع الابرار. خدایا او رو سپید محشور کن، او رو با ابرار محشور کن. نوع دعاها رو ببینید. دعایی که برای حر میکنه، دعایی که برای ابو سمامه وقتی ظهر عاشورا میگه آقا وقت نماز شده، جعلک الله من المصلین. دعای خودش در صبح عاشورا، اللهم انت ثقتی فی کل کرب انت رجایی فی کل شده. حتی عصر عاشورا که خواد میدان بره، امام سجاد میگه پدرم منو در آغوش گرفت، فرمود بیا این دعایی که مادرم زهرا سلام الله علیها به من یاد داده با هم زمزمه کنیم. منم توصیه میکنم این دعا کوتاه، تو فضای مجازی هم بزنید پیدا میکنید. به حق یاسین و القرآن الحکیم، به حق طه و القرآن العظیم. دعای بسیار زیبایی است برای گشایش تو کارها. یک مروری بر دعاهای کربلا، ببینید اینا چقدر زیباست. و 4مین محوری که زیبایی حسی رو در کربلا من مورد بحث قرار میدهم، گفتگوهای فردی است. حرفهایی که بین امام حسین و افراد رد و بدل شده. اون خطابه ها و رجزها و دعاها یه بخش، اما صرف گفتگوهایی که امام حسین با یه شخصی داشته، با یه فردی داشته. مثلا حرفهایی که با نافع داره، حرفهایی که با فرض میکنیم که آل عقیل داره. روز عاشورا و شب عاشورا ایشون موردی هم با اصحاب صحبت داشته، با حبیب داره، با مسلم ابن اوسجه داره. اینها زیبایی های حسی کربلاست و ما مفتخریم. گنجینه ای از این زیبایی ها در کلام معصومین علیهم السلام ما موج میزنه. حالا من این بحث رو با نگاه به کربلا دارم مطرح میکنم، ولی شما دعاهای امام سجاد در صحیفه سجادی، خطبه حضرت زینب در دروازه کوفه، اشعار امیر المومنین در دیوانشی که از ایشون به هر حال اشعارشون جمع‌آوری شده، منتشر شد، احادیث و سخنان ائمه. یکی از افتخارات ما این است که ما صدها و هزاران از این نمونه داریم.
یعنی خطبه، شعر، گفتگو، حدیث، دعا. حالا متاسفانه آشنایی ما با فرهنگ دعایی اهل بیت هم کمه. مثلا امام سجاد 54 تا دعا ازشون منتشر شده تو صحیفه سجادیه، چون بیش از 200 دعا داره. امیرالمومنین همین دعای کمیل رو شما نگاه کنید، چقدر بلنده. دعای عرفه رو نگاه کنید، گنجینه های عظیمی از دعا. اینها باید روی این زیبا شناسیش کار بشه. اگر زینب کبرا فرمود کربلا زیباست، 2 جور زیبایی داره. یک زیبایی حسی که اشاره کردم به خطبه ها، رجزه ها، دعاها و گفتگوها. همینجا این حدیث رو از امیرالمومنین علیه السلام محضرتون میخوانم. فرمود اصل، خیلی حدیث دقیقه، دوستان من دقت کنید، اصل المسیء به حسن فعالک و دل علی الخیر به جمیل مقالک. چقدر زیباست. گناهکار رو میخوای درستش کنی، خطاکار رو میخوای اصلاح کنی، نمیخواد بهش بگی، با رفتار خوبت یک خطاکار رو اصلاح کن. کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم. معروفه که کسی اشتباهی وضو میگرفت، امام حسن و امام حسین گفتن ما وضو میگیریم شما ببین درسته یا نه. او متوجه شد. من یادم نمیره، یه استادی داشتیم یه وقتی آغاز طلبگیمون که ما خیلی علاقه‌ای وارد نبودیم، یا روایتی رو اشتباه میخوندیم، حدیث رو غلط میخوندیم، هیچگاه ایشون به ما نمیفرمود این حدیث رو اشتباه خواندید، بلکه توی جلسه دیگری یا بعد از جلسه همون حدیث رو صحیح میخواند. ما متوجه میشدیم عجب ما اشتباه خواندیم. با صحیح خوانی اون پی به اشتباه پی میبردیم. امیرالمومنین فرمود میخوای خطاکار رو اصلاح کنی با کار نیکود، شما راست بگو، او دروغ رو میذاره کنار. شما امانتدار باش، او خیانت رو میذاره کنار. شما تو خونه پدر بزرگوار با مادر مهربان باش، بچت هم مهربان میشه. این یک. بعد فرمود میخوای دیگران رو به خیر دعوت کنی به جمیل مقالک، با گفتار زیبا، با تحقیر و با تنش و با سرزنش و با مقایسه که نمیشه. متاسفانه بعضی از ما آداب نهی از منکر هم نمیدانیم. با یک کلماتی میخوایم دیگران رو به مسیر صحیح دعوت کنیم که زده میکنیم. به جمیل مقالک، با گفتار زیبا مردم رو به خیر دعوت کنیم و با افعال زیبا خطاکار رو از خطا باز بدار. چقدر زیباست این حدیث. خب اجازه بدید از این بخش اول عبور کنیم، زیبایی حسی. اما قسم دوم زیبایی کربلا زیبایی های معنوی است. زیبایی معنوی رو شاید نشه دید، نشه توصیف کرد. اینی که روایت داریم زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر. زینت های باطنی از زینت های ظاهری قشنگتره، زیباتره. شما یه نمازی میخوای بخونی، زیبایی ظاهریش به اینه که یه لباس خوب بپوشی، عطر بزنی، جانماز خوبی بیاندازی، موهاتو شانه بزنی، خانم‌های چادر مثلا با تو کشیده بپوشن، شیک بپوشن، آقایون یه لباس سفید خوب. خب یا مثلا صفهای نماز منظم باشه، عقب جلو نباشه. این زیبایی ظاهری این نمازه. اینو میشه دید. به چه زیبا، چه لباسی، چه سجاده‌ای، چه بوی عطری. اما زیبایی باطنی این نماز چیه؟ زیبایی باطنی این نماز حضور قلبه. اونو نمیشه دید، خود طرف احساس. چقدر تو این نماز حضور قلبه، اخلاصه. اخلاص یه زیبایی باطنی است. مثال دیگه میزنم. شما میخوای به یک مستمندی کمک کنی، یک کفش میخوای به یک فقیری بدی،
زیبایی ظاهریش چیه؟ کفش نو باشه، کارتون شیک باشه، یه گلی روش بزنی، یه جمله زیبایی بنویسی، این میشه زیبایی ظاهری. قرآن هم میفرماید اونی که دوست دارید انفاق کنید. اما برادران عزیز، سروران گرامی، خواهران محترم، زیبایی باطنی این کفش اینه که منت نگذاری. هر وقت پاش بمیری نگیم من برات خریدم. اگر منت نگذاشتی، این زیبایی باطنی انفاقه. انفاق یه زیبایی ظاهری داره، اون جنس شیک باشه، یه زیبایی باطنی داره، ریا توش نباشه. همینطور برید جلو. همه امور اینطوره. تو همه امور ما مثلا در ارتباط با یک خانم محترم زیبایی ظاهری به چیه؟ خب معلومه، لباس زیبا، کفش زیبا. اما زیبایی باطنی چیه؟ به عفافه، عفیف باشه، اجازه نده دیگران از او استفاده کنن، برای خودش باشه، برای همسرش باشه. حیا، عفاف. من اجازه میخوام از دوستان برم در نهضت کربلا زیبایی های باطنی رو بگم. زیبایی های ظاهری رو گفتیم، در 4 بخش زیبایی های حسی رو گفتیم، زیبایی های معنوی. 1 رضا. ما احسن الرضا و اقبح السخط. فرمود چقدر قشنگ رضا، راضی باشه انسان به رضای الهی، و چقدر زشت سخط و شکوه و غضب و خلاصه کم صبری. پس رضای زیبایی است، اما این رضا قابل رؤیت نیست. یه روایت داریم خیلی عجیبه. من یه وقتی به یه بنده خدایی که خیلی تو زندگیش سختی بود اینو گفتم، بعد منو دید گفت آقا راحتم کردی. این روایت نه که لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لشیء قد مضى لو کان غیره. عجیب روایتی. هر اتفاقی تو زندگی پیامبر که میافتاد هیچگاه نفرمود ای کاش این اتفاق نمیافتاد. میدونید چی میخوام بگم؟ ما موظفیم جلو به اتفاقات رو بگیریم. بچه شما مریضه، باید دکتر ببرید، تلاش کنی، تمام سعیتو کنی خوب بشه. اما آمد و از دنیا رفت، بگو راضیم به رضای خدا. اگه نمی مرد چرا مرد؟ نه. امام صادق فرزندشون بیمار بود، میرفت میآمد، خیلی تلاش میکرد. اتفاقا آمدن گفتن آقا بچه از دنیا رفت. آقا نشست. گفتن آقا چی شد؟ آقا ما غالبا وقتی اتفاق میافته داد و فریاد میکنیم. فرمود انا اهل البیت انما نجزع قبل المصیبه. ما اهل بیت قبل از مصیبت تلاش میکنیم اتفاق نیفته، اما فاذا وقعت، وقتی مصیبت پیش آمد به هر دلیلی ولو کوتاهی خودمون، یه راضیم به رضای خدا. عزیزان من، صفت رضا انسان رو مستقیم وارد بهشت میکنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. رضا انسان رو جزو عباد خدا میکنه و جزو بهشتیان میکنه. ولذا فرمود ارض تستره، راضی باش، آرام باش، راحت باش. و صفت رضا در اثر علم و آگاهی پیدا میشه، در اثر بینش. حدیثشو بخونم: ان اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله. راضی ترین مردم از خدا و به قضای الهی کسیه که عالم ترین باشه. اگه شما میدونی خدا علیم، حکیم، قادر، ناظر، شکوه معنا ندارد. چرا من مریض شدم؟ چرا این داغ برا من پیش اومد؟ نه، دعا بکن اما شکوه نکن. عزیزان من، ملاک رضایت خدا اینه که
گاهی اگر رضایت خدا با رضایت مخلوق با هم تعارض پیدا کرد، بچه شما چیزی از شما میخواد، راضی میشه براش انجام بدی، ولی خدا ناراضی میشه، رضایت خدا رو ترجیح بدی. امام سجاد علیه السلام دیدن یه خطیبی رفته داره مدح یزید رو میگه، مدح بنی امیه رو میگه و مذمت امام حسین رو میکنه. معلومه این برای خوشرقصی پیش امویانه، خواهد یه پولی از اینا بگیره. و وای به اونهایی که رضایت مردم رو بر رضایت خدا ترجیح میده. میگه حرف مردم چی میشه؟ مردم چی میگن؟ فرمود امام سجاد بلند شد فرمود اسکت ایها الخطیب، ساکت باش، اشتریت رضا المخلوق به سخط الخالق. تو یزید خوشحال میکنی به قیمت ناراحتی خدا، به قیمت غضب خدا. اولاد باشه، پدر باشه، بچم گفته این گناه انجام بده، بهش بر میخوره، شب عروسیشه، اگه نکنم، این حرفا نیست. ملاک رضایت خدا. این یکی از زیبایی های کربلا. زیبایی های چی؟ غیر حسی، زیبایی های معنوی. رضاست. چقدر ابی عبدالله این رضا تو زندگیش موج میزنه، عزیزش رو دستش پرپر شده، میگه خدای آسانه. سر به تراب گذاشته تو گودی قتلگاه، میگه الهی رضن به قضائک. دومین زیبایی معنوی جوانمردی است. اینم براتون عرض کنم. ما تزین الانسان به زینت اجمل من الفتوه. انسان با چیزی به اندازه مروت و جوانمردی زیبا نمیشه. مروت و جوانمردی میدونید چیه؟ کاری که امام حسین با لشکر هور کرد، تمام این لشکر رو آب داد. مروت و جوانمردی اینه که کسی تو سپاه اگر میگریخت امام حسین و اصحابش رو تعقیب نمی‌کرد. مروت و جوانمردی اینه که انسان جوانمرد ضعیف کشی نکنه، به قول امروزیان نامردی نکنه. بذارید یه حدیث زیبا براتون بخونم. فرمود انسان جوانمرد چند تا علامت داره، چند تا نشانه داره. اصل الفتوه الوفا. انسان جوانمرد وفای به عهد داره، بعد قولی نمیکنه. و صدق، دروغ نمیگه. ول امن، ناامنی ایجاد نمیکنه، آزار نمیده. و سخا، دست و دلبازه. و تواضع، فروتنه. و نصیحه، خیرخواهه. اصل الفتوه، روایت از امیرالمومنین فرمود فتوت و جوانمردی به اینه که انسان وفادار باشه، صادق باشه. اینم یکی دیگر از زیبایی های کربلاست. بذارید با امام زمانمون هم همراه بشیم. یه جمله هم از قول ایشون بگم. معروفه وقتی حضرت ظهور میکنه مردم عالم متوجه میشن انا بقیت الله انا حجت الله، تکیه میده به کعبه، همه عالم ظهورشو متوجه میشن. یه وقت صدا میزنه یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه ادشانا. مردم عالم حسین ما رو با لب تشنه به شهادت رسوندن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. خدایا در ظهور آقامون منتقم خون ابی عبدالله تعجیل بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بنما، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان. خدایا دوست داریم 40 کربلا باشیم، موکب بزنیم، همدیگر رو ببینیم، اونجا بریم کنار قبر ابی عبدالله. این ویروس رو از دنیا و کشور ما و کشورهای اسلامی ریشه‌کن کن. عزیزان من که این ساعت این برنامه رو دریافت میکنن نمیدونم چه حاجتی دارن، حاجاتشون برآورده به خیر کن. خدایا اموات، گذشتگان جمع حاضر
عزیزانی که از دنیا رفتن در اثر این کرونا، همشون رو خدایا سر سفره احسان ابی عبدالله میهمان بگردان. خدایا ما رو به خودمون وامگذار، جوانهامون رو حفظ کن. و السلام علیکم و رحمت الله.